را به حیله و نیرنگی فرشترکان زمان تا آفتاب را پوشانده نمیتونی. یکفر بخوای مسلمان شه برای خود میشه جنت میری، میخوای کافر میشی دوزخ میری، برای خود میری، خودت ناله میکنی، خودت بدبخت میشه، خودت رسوا میشه، خودت بی ایمان میشه، خودت شرمنده میشه. آیا کدام کافر آبرو یافته است؟ کدام فاسقی به نماز آبرو یافته است؟ کدام زناگری فاجره آبرو یافته است در دنیا؟ مع الاسف یه جای افسوس است، کسی برکت می آورد بداند که لا یستطیعون انکار ما قدمه الاسلام مما یسعدهم و یحییهم حیاتا قدسیتا طیبه. مردم نمیتونن، منکر شده نمیتونی. آفتاب را به حیله و نیرنگی فرشترکان زمان تا آفتاب را پوشانده نمیتونی. ای دین اسلام، ای حق قانون خدا را هرگز سترش امکان نداره. چراغ الله قرآن نور الله فی الارض، نور خداست در روی زمین. این نور پاشیدگی را هیچ کس انکار کرده نمیتونه. لیکن بدانن که الله تبارک و تعالی چیزی را پیشکش کرده است، اسلام عزیز که مردم نیکبخت میکند، حیات طیبه پاک پاکیزه برای مردم میبخشد. این اسلام است، این اسلام است. آنچه که بیان کرده است پروردگار در کتاب الله، بنابراین ایرا بدانند که هر انسانی که زل سعیهم فی الحیات دنیا، کدام کسانی که کوشش آنها برای حیات دنیا صرف شد، گمان میبرند که انهم یحسنون صنعا، ما کار خوب کرده ایستادیم، نیکی والله ضرر دیده ایستادن، فایده ندیده ایستادن. وقد خرجوا من الدنیا صاغرین منبوذین، در حالت اخیرون از دنیا بسیار خوار و زار و ذلیل میروند. مردش قدر ندارد کسی از قانون خدا برآید، شرف ندارد، آبرو ندارد، رحمت خدا نزول بالای او نخواهد شد. و صحبهم لعنت الله و غمرهم غضب الله و مات اکثرهم شر موتتی. لعنت خدا، غضب خدا به بالای آناست. لیکن گپ در این است که به ایمان منبری. اگر ایمان قطعی بنبری به قدر گناه میسوزی، باز خلاص میشی. لیکن آن گوهر ایمان را بردن بسیار خوفی. کسی که از دنیا دین را از دست داد بسیار ضرر کرد، بسیار ضرر کرد.